گاهی آدما جدا نمیشن، فقط ناپدید میشن. نه حرفی، نه خداحافظی، فقط یه سکوت سنگین که از 1000 تا جواب نه بدتره. ولی چرا بعضیا حتی جرأت ندارن بگن نمیخوام ادامه بدم؟ این سوال خیلی است. وقتی یه آدم کم کم از زندگیت محو میشه، بی هیچ توضیحی، سرد میشه، دیر جواب میده یا اصلا جواب نمیده، تو میمونی و 1000 تا فکر که ذهن تو میجوه. میگی شاید خسته است، شاید درگیر شده، شاید حالش خوب نیست. ولی یه گوشه دلت یه صدای آروم هست که میپرسه نکنه دیگه نمیخواد باشه. بذار یه چیزی رو واقعی بگم. کسی که نخواد نمیمونه. کسی که بخواد حرف میزنه. هیچ کس اونقدر گرفتار نیست که نتونه یه پیام 2 خطی بده و بگه حالم خوب نیست یا فعلا نمیتونم مثل قبل باشم. این سکوت، این بی‌توجهی معنیش اینه که راحت‌تر کمرنگ شه تا اینکه حرف بزنه. خیلی از حرف زدن میترسن. میترسن ناراحتت کنن. میترسن بحث بشه. میترسن اشکت رو ببینن. ولی چیزی که نمیفهمن اینه که این مدل رفتن، این ناپدید شدن یواشکی 100 برابر بدتره. تو رو با کلی سوال بی جواب رها میکنه. تو شروع میکنی خودتو مقصر دیدن. میگی شاید اشتباه کردی، شاید زیادی فشار آوردی، شاید کافی نبودی. ولی باور کن، اگه کسی جرأت نداره حقیقتشو بگه، این مشکل تو نیست. این ضعف اونه. بی‌توجهی جواب نیست. سکوت جواب نیست. اما معنیش خیلی واضحه. من دیگه اینجا نیستم. درد داره. اما اینکه بذاری یکی با سکوتش خوردت کنه دردناکتره. تو لایق یه رابطه‌ای هستی که با یک جمله صادقانه تموم بشه، نه یه بازی محو شدن. گاهی باید قبول کنی که نبودن یه نفر خیلی سالم‌تر از بودن نصف نیمش. گاهی باید سنگینی سکوتش رو بذاری زمین و ادامه بدی. چون یه جایی یه آدمی هست که بلد باشه حرف بزنه، بلد باشه توضیح بده و مثل یه انسان واقعی بگه چی تو دلشه. اگه این حرفا برات آشنا بود، بدون تنها نیستی. کامنت ها رو باز بذار، شاید قصه تو شبیه قصه خیلیای دیگه باشه. و اگه خواستی از این مدل حرفو بیشتر بگم، میتونی سابسکرایب کنی تا کنار هم ادامه بدیم.